ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنین. بدون شک الله پورا کرد، راست ساخت از برای شما وعده خود را. وعده چی بود؟ نصرت، مدد. اذ تحسونهم باذنه، وقتی که قتل کردین کافرها را به اراده الله، خوب کشتین. حتی اذا فشلتم، تا این که شما بزدل شدین، و تنازعتم فی الامر، اختلاف کردین در امر پیامبر، و عصیتم، نافرمانی کردین، من بعد ما اراکم ما تحبون، بعد از اینکه نشان داد الله بر شما آن چیزی را که دوست داشتین، مال غنیمت و غیره یا نصرت و فتح. منکم من یرید الدنیا، بعد از شما اراده میکرد دنیا را، و منکم من یرید الاخره، بعد از شما اراده آخرت داشت. ثم صرفکم عنهم لیبتلیکم، باز گردانی شما را از ضرر از اونا تا که امتحانتان کند. ولقد عفا عنکم، بدون شک الله عفا کردگی همین گناه شما را. والله ذو فضل علی المؤمنین، الله صاحب فضلت به بالای مؤمنین. اذ تصعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فاصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم والله خبير بما تعملون. وقتی که شما می رویدین در روی زمین، ولا تلوون، نظر نمی کردین، علی احد، به هیچ کسی، و الرسول یدعوکم، پیامبر صدا میکرد شما را، فی اخراکم، از پشت سرتان، فاصابکم غما، رسید بر شما یک غم، به غم، به امرای دیگه غم، لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم، تا که غمگین نشین با آنچه که شما فوت شده و ماندگیست، دوستا یا شهید شد. ولا ما اصابکم، فوت شد یعنی غنیمت. ولا ما اصابکم، آنچه که بر شما رسید، قتل و شهادت و زخمیگری. والله خبیر بما تعملون، الله خبردار است به اعمالی که انجام میتین. در اینجا الله بسیار الله سر مؤمنین فضل داره، رد میکنه به بالای منافقین. منافقین گفت چه قسم پیامبر بود، نصرت بودی، در جنگ آمدیم ما 70 نفر شهید شده، کل غنیمت ها را دست دادیم. حالت واقعا جنگ احد بسیار حالت خراب بود، بسیار یک غم بود، بسیار یک مصیبت کلان بود آمده بود. گفت چه قسم است؟ الله میگه که در حالی که الله وعده نصرت داده بود، الله میگه بله ما اول شما را نصرت کردم، اول همی تو بود، کافرها که جنگ آمدن این تو شکست خوردن گریختن، ولی پسان اینا چی کردن؟ از امر پیامبر مخالفت کرد. همون جماعت که عبدالله ابن جبیر بود گفت که دم بالا باش، دم تپگک پایین نشی. اینا که دیدن مسلمان ها غنیمت ها و فتح و نصرت است، از خوشحالی پایین شدن. که پایین شدن قماندانشان گفت پایین نشین، ما رسول الله منع کرد، گفت نه، گپ نگرفتن. که پایین شدن، خالد بن ولید دید از پشت سر دور خورد. که دور خورد آمد، 10 نفر است خورد، کم بودن، شهید شدن، داخل شدن. الله میگه گناه کردین، گناه سبب مصیبت شد. صحابه گناه میکرد، خب صحابه معصوم نبودن از گناه. حالا نگم تا میگه که این مولوی صاحب اسای که تو دایی کلان شیخ هست گناه کرده. گناه خب میشه دیگه. حتی انبیاء علیه السلام میگم گناه صغیر از اونام سر زده. خب گناه خب میشه، ولی انسان باید توبه بکنه. انسان عاجز است، میشه، جنگ است، مشکلات است. انسان کوشش کنه که در دعوت جهاد اینا گناه نکنه. گناه کرد باز نصرت الله نمیاد، که نامد شکست میخوری. این اگام جایی که شما دیدین که مسلمان ها شکست میخورن، بفهمی که جا نقصان است. نقصان در عقیده است، نقصان در عمل است و گناه ها است. نیت ها خوب نیست، اینو میگه پاس. چقدر خوب دلیل. حلب چرا شکست خورد؟ بخاطر گناه بوده. اونجا خب گناه بخی زیاد گناه بود دیگه. ولقد صدقكم الله وعده، بدون شک الله راست کرد، پورا کرد از برای شما وعده و آنچه که وعده کرده بود به شما، نصرت به برابر دشمن او را پورا کرد. او کدام وقت بود؟ ان تحسونهم، در اون وقتی که شما کشتین اینا را. تحسون، حسا یحسو، این در عرب میگن که تحسونهم یعنی تقتلونهم. زجاج میگه که الحس الاستیصال بالقتل، یعنی کسی را که بخیرش خوب قوی میکشه، شیره میگه
ضرب در مکان حسس. حسسناهم بالسيف حسا فاصبحت بقیتهم قد شردوا و تبددوا. عرب ها میگن که قتل کردیم، حسسناهم بالسيف، کشتیم اینا را به شمشیر، حسن به کشتن، فاصبحت بقیتهم، باقی از اینا گردیدن، قد شردوا و تبددوا، یعنی گریختن و فرار کردن. حس بسیار کشتار میگه، یعنی بسیار خونریزی کردین، کشتین اینا را، باذنه، به اجازه الله، به اجازه دروشان کردین، حسی درو کردین با شمشیر، و هم به اراده الله، به اراده الله. خب بعد از چی گفت شد؟ حتی تا این که اذا فشلتم، وقتی که شما بزدل شدین، بی غیرت شدین و ضعیف شدین، و اختلفتم و تنازعتم، اختلاف کردین در چی؟ فی الامر، در امر که رسول الله صلی کرده بود که استاد شدن دکو، در اینجا باشین، پایین نشین. شما که فتح و غنیمت دیدین پایین شدین. از این فهمیده میشه که با در یک جنگ و جماعت یک 10 تا گناه کنه، عذاب که آمد باز عمومی می باشد. نه؟ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه، خاص باید به ظالما عذاب نمیاد. اینا امتحان آمد، سر کلگی آمد. اگر چند نفر بودن اونا؟ 40 نفر بودن. و عصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، نافرمانی کردین امر پیامبر را بعد از اینکه نشان داد الله بر شما آن چیزی را که خوش داشتین. روایت شده است که نبی کریم صلی الله علیه و آله وضع 50 من الرمات، 5 نفر تیرزن، یا کلش تیرزنا بودن. و تپه که از بالا تیر که از کسی را نزدیک نمیمانه. نشانه زنها، نه 5 نفر، 50 نفر نشانه زنه در اونجا تعیین کرده بود درباره کو. امرشان کرد که ایدفعوا عن المسلمین، دفاع کنین از مسلمان ها، پایین نشین. و برشان گفت لا تبرحوا اماکنکم، همیشه باشین در جایتون. حتی ولو رایتمونا تخطفون الطیر، اگر که ما را دیدین کافرها کل ما را کشتن، پرنده همی جسدای ما را برد، گوشتای ما را ما مردیم، شهید شدیم، پرنده آمد جسدای ما را برد، شما پایین نشین. این سخت هم برشان گفته بود. میفهمید رسول الله که اینمی نقطه استراتژیست بسیار مهم است. اینجا را اعلان نتین. اگر ما شهید هم شدیم، پرنده گوشتای ما را برد، شما پایین نشین. فلما التقى الجيشان، هر وقت که دو جماعت روبرو شد، مؤمنین کافرها، لم تقوی خیل المشرکین علی الثبات، خب اسبهای مشرکین ثبات پیدا نکردن به خاطر اینمی سهامی که بود، همی تیرزنایی که میزد اینا را. این مشرکین که نزدیک مسلمانان شد، تیرزنا که میزدن کالش اونجا افتیدن، مردایشان گریختن. اسبا که میامد تیر دم فرقشان میخورد، هم نفر هم اسب. فانهزم المشرکون، مشرکین شکست خورد. که شکست خورد، فلما را رمات امی تیرزنا دیدن، قال گفتن الغنیمه، غنیمت پایین شوین گفت. و رفتن اونا خود تکتیکی عقب نشینی کرده بودن. اصل خالد فرمانده جنگ بود و تکتیکی بود. پشت سر خود کشید، باز همیشه هم خالد همی تو بود. او شکست قبول نمیکرد. میره پس دور میخورد. او پس دور خورد. اینا پایین شدن لجمع الاسلاب، جماعت از اینها. و ثبت رئیس و مواشرتون، رئیسشان به امرای 10 نفر مان. مشرکین آمد از پشت کو فقتلوا البقیه، باقی رمات تیرزنا را شهید ساختن. و نزلوا علی المسلمین بسیوفهم، با شمشیرها پایین شدن. من خلف ظهورم، کسایی که در پسرشان بود. فانقلب النصر الی هزیمه، نصرت بعد چی تبدیل شد؟ به شکست مسلمین. به می خاطر الله میگه که و عصیتم، نافرمانی کردین، من بعد ما اراکم، بعد از که نشان داد ما تحبون، آن چیزی را که شما دوست داشتین. ما تحبون چی است؟ یکم تایی که بسیار صحابه را دوست داره، میگه گناه نکرده، میگه ما تحبون نصرت است، فتح است. فتح میگه شما دیدین از خوشحالی فتح پایین شده، ولی یک تعویل است دیگه. غنیمت است اینجا، زیرا الله میگه و عصیتم، اگر به خاطر فتح می بخوای گناه نکرده. نه یکم تا میگه که نه صحابه بسیار خوب مردم ها بودن، گناه نمیکنن. خوب مردم بود ولی گناه میکنه دیگه. ایت ما نمیم گناه نمیکنه. و عصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون غنیمت، به خاطر غنیمت. اگر که هدفشان نبود ولی پایین شدن،
و اینجا الله چی میگه؟ منکم من یرید دنیا، بعد از شما اراده دنیا را داره غنیمت. کی بودن؟ کور ترک کردن، این دنیا را اراده کرده بودن. بازو کسایی که صحابه را دوست داره میگه یا منافقین بودن، صحابه نبودن. خب زیرا صحابه هیچ وقت دنیا را خوش نمیکنن. نه چرا؟ و هم انسان بودن، دنیا را خوش میکنن. در اونام آدمای بودن که فریب میخوره انسان، شیطان یگام دفعه انسان میگه دنیاست بدا. و منکم من یرید الاخره، بعضی از شما کسایی بود که اراده آخرت میکردن. او 10 نفری بودن که در مرکز ماندن. عبدالله ابن جبیر کلانشان بود. ثم استشهدوا و شهید شدن، اونا درجه گرفتن. ثم صرفکم عنهم لیبتلیکم، باز الله گردانی شما را به شکست از کفار. از اینمی کافرها الله شما را گردانی تا که ابتلا کند، امتحان کند شما را. خب اینا لمی گناه شد، از میدان جنگ گریختن گناه کبیره. چی میشه؟ الله میگه ولقد عفا عنکم، بدون شک الله عفو کرد دیگه از شما با وجود عصیانی که کردیم. اشاره به چیزی است که گناه کان یستحق اکثر مما نزل بهم، بسیار یعنی مستحق بودن که زیاد بیاد، ولی اگه عفو الله نمی بود بسیار عذاب می آمد. الله عفو کرد. هر جایی که با صحابه اشتباه کرد الله میگه ولقد عفا. پس آن میاد ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم. عثمان فرار کرده بود، تا عثمان خلیفه سوم از جنگ. و مردم میگفت که تو بزدل بودی، بی غیرت بودی. الله بازو میگفت که الله میگه ولقد عفا الله عنهم، الله عفا، قسم است که ما بخشیدیم. حال دشمنای صحابه میگن ما نبخشیدیم، الله میگه ما بخشیدیم، اون میگن ما نبخشیدیم، من نمیمانم. دشمنای صحابه. ولقد عفا عنکم، بدون شک الله عفا کرده شما. والله ذو فضل علی المؤمنین، الله صاحب فضل است به بالای مؤمنین. و فضل الله چی بود؟ که باز الله مؤمنین ولی با وجود که زخمی بودن حرکت کردن و کافرها را باز گریختن. کافرها خیر خوب شهید شد مؤمنین، ولی تو نه که بگریزن طرف خانه خدا، نی تو نشدن. پس دور خوردن، اونا زدن شهید کردن رفتن. و هم ترسیده بودن. خب و هم صحابه را شهید کردن، چقدر را زدن و غنیمت ها را گرفتن گریختن. خب استاد نشدن، رو به هیبت مؤمنین بود در دلشان. اگر استاد می شدن دور می خوردن بسیار خطرناک. یک چند گپ زدن. ابو سفیان گفت که افیکم محمد، آیا در بینتان محمد است؟ چند بار صدا کرد و فکر کردن که رسول الله صلی شهید ساخته. با وجودی که اونا گفتن پیامبر شهید شده، ولی رسول الله صلی گفت چوب باشین گپ نزنید. باز گفت تلک به تلک، ای گفت در برابر ابو بدر بود، یادتان است؟ گفت صحابه دور دور استاد بودن، بسیار حالت خراب. استصعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم. استصعدون، وقتی که شما می رفتین، یاد کنین ای مؤمنین، وقتی که شما چی می کردین؟ تصعدون، می رفتین. وقتی که پشت گردانیدین در فرار، پشت یک دیگر را سیل نمی کردین. تصعدون، اسعد یسعد و اسعاد، یکی سعیده یسعد و صعود. صعود بالا رفتن میگه، اسعاد در روی زمین رفتن. وقتی که می رفتین در روی زمین، انا جعلنا ما الارض زینة الله، ایتو میاد که سعیدن جرزا، سعید یعنی زمین هموار میگه. وقتی که شما می رفتین در روی زمین هموار یعنی فرار داشتین. ولا تلوون علی احد، نظر نمیکردین به هیچ کسی، یعنی پشت کرده بودین، هیچ امرویت خدا نم دور نمیداد، ای تو گریز میکردن، هیچ پشت سیل نمیکردن، یکی تا نام استاد نمیشد. ولی رسول الله سلام چطور بود؟ در میدان جنگ بود. الله اکبر، واقعا پیامبر برحق بود. اگر پیامبر دروغی می بود، حالا قماندان اعلی قوای مسلح نه فعلا جنگ همینجا شما واید به یک ولایت دیگه رسیده، تا دیگه ولایت برسیم گم میکنه خدا بیخی نه. یک وقت شما دیدین در رسم گذشته که میجا بود نه، سابقا میشد یک طرق پرق شد، اول سرقماندان گریخت، باز وزیر دفاع، باز لوی دریستیز، باز جنرالکای کلان، عسکر از پشت میدویدن. فهمیدین؟ این طور نیست در اسلام. سعی که اینال مسلمان، رئیس دولت مسلمان در میدان جنگ است،
زخمی میشه، شهید نمیگریزه. سرخط حتی در بین باشه یا پیش باشد کلگی گریز نمیکنه، مگر اگر تکتیکی عقب نشینی پس دور میخوره. در غیر از اونه رسول الله هم در میدان بود. و رسول یدعوکم فی اخراکم، و رسول الله صلی الله علیه وسلم یعنی محمد آواز میکرد شما را فی اخراکم از پشترتان فی آخرکم، در آخر می دور بخورید. چی میگفت؟ الی عباد الله، الی عباد الله، انا رسول الله. پیامبر صلی الله علیه و من رسول الله است. و من یکفر فله الجنه، هر که دوباره حمله کند از برای جنت است. شما تمعینون فی الفرار، شما دیگه فرار میکردید. فاصابکم غمم، رسید بر شما غم. غم یعنی الله بر شما جزا داد غم. او غم یکی چی بود؟ این غمی بود که زخمی و شهید و اینا. به غم من بسبب دیگه غمی که از برای رسول الله صلی الله علیه و زخمی شدن و شهادت رسول الله صلی الله علیه و دیگه غم. این بسیار غم زیاد بود به بالای زین. لکی لا تحزنوا، الله میگه ما این کار کردیم تا که شما غمگین نشوین. علی ما فاتکم، آنچه که فوت شده از غنیمت ها. لکی لا، اینجا سعی کنین، اینجا یک سوال است. سوالی است که مصیبت آمد چطور غمگین نشیم؟ در مصیبت غم است. بعضی میگن که لا اینجا معذوف است. لکی لا تحزنوا معنایش است که یعنی این مصیبتی که آمدگی است بخواهی خاطر آمد تا که در آینده غمگین نشین. یعنی شما مشق و تمرین بکنین و بفهمین که ما گناه کردیم، مخالفت از پیامبر سم کردیم، ما این مصیبت سرتان آوردیم. ولا ما اصابکم، و این که بر شما رسید از هزیمت و بسیار دوستایتان دست دادین. والله خبیر بما تعملون، الله خبردار است کسایی که آن اعمالی را که شما انجام میتین. مخلص از غیر مخلص الله میشناسه. پس این مصیبت که بر شما رسیده از دست خودتان بوده، گناه خودتان بوده، بازم الله سر شما رحمت کرد که کلتان ریشه‌کن نساخت، کافرات تا آخر شما را تعقیب نکرد. اگر تا آخر تعقیبتان میکرد کلتان شهید میشدید. بچه میکردید کلتان کشته میشدید. میگه الله از این فهمیده شد که الله همیشه مؤمنین نصرت میکنه. یا الله مؤمنین در هر جای دنیا نصرت کن. ثم انزل عليكم من بعد الغم امنة وعسى يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. آیت 154. ثم انزل علیکم، بعد از این نازل کرد الله به بالای شما من بعد الغم، بعد از غم، امنتا امنیت و امان، نعاسا خوابی که در سر میزنه، یخشا طائفتا منکم که می پوشانید یک طایفه از شما را، و طائفتون و یک جماعت دیگه تان قد اهمتهم انفسهم بدون شک تشویشی کرده بود اینا را نفسایشان، یظنون بالله غیر الحق ظن الجاهلیه، گمان میکردن با الله بناحق، ظن الجاهلیه گمان جاهلیت، یقولون میگفتن هل لنا من الامر من شیء، آیا است برای ما از اختیار، من شیء کدام چیز در جهاد اختیار داریم یعنی؟ قل بگوی پیامبر ان الامر كله لله، اختیار همش پیش الله است. یخفون فی انفسهم ما لا یبدون لک، پنهان میکنن در قلبهای خودان آن چیزی را که بر تو آشکارا نمیکنن. یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا هاهنا، میگوین اگر می بود از برای ما از اختیار شیء یک چیزی ما قتلنا هاهنا، کشته نمیشدیم در همینجا. قل بگوی پیامبر لو کنتم فی بیوتکم، اگر باشید شما در خانه‌هایتان، لبرز الذین کتب علیهم القتل، حتمی می رود کسایی که نوشته شده به بالای جنا قتل، الی مضاجعهم، در خوابگاه قتلشان، در مکانی کشته میشن میرن اونجا. ولیبتلی الله ما فی صدورکم،
الله این مصیبت آورد تا که امتحان کند آنچه که در قلبهای شما است، ولیمحص ما فی قلوبکم و پاک کند آنچه که در قلبهایتان است. والله علیم بذات الصدور، الله علیم است بس رازهایی که در سینه ها است. ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم ان الله غفور حلیم. بدون شک کسایی که پشت گردانیدن منکم از شما یوم التقى الجمعان، که در روزی که روبرو شد دو جماعت مؤمنین و کافرین و اینا پشت گشتاندن، انما استزلهم الشیطان، جز این نیست لغزانید اینا را، خطا کرد اینا را شیطان، به بعض ما کسبوا، با بعض گناهی کسب کرده بودن. ولقد عفا الله عنهم، بدون شک الله عفا کرده از اینها. ان الله غفور حلیم، بدون شک الله بخشاینده است، حلیم بردبار و صبرناک است، زود عذاب نمیته. در این آیت الله حال تسلی را بیان میکنه که قبلا بر شما تکلیف مصیبت رسید، فرار کردین، پیامبر در میدان جنگ بود، واقع جنگ احد بیان داره در این صورت و پیامبر آواز تان میکرد که بین به طرف ما، شما فرار داشتین. الله غم ها را آورد، یکی غم شکست، دیگه غم خبر قتل پیامبر سلام. الله میگه دیگه نعمتام به بالای شما کردگی است. یکی کافرها را از شما گردانید، دورشان کرد، از شر کافرها شما را نجات داد. دوم این که بعد از غم الله اطمینان و امنیت سکینه را برتان روان کرد و این یک نوع نصرت الله است. این سکینه آمد، خوابی که در سرایتان میزد. بعض از شما گمانای بد میکرد، منافقین بودن که نصرت نیست، مدد نیست، اگر اختیار باشه ما میریم، چه حال است. الله اونا را میگه اگر شما در اینجا نمی آمدین، در هر جایی که مرگتان باشه همونجا مرگتان میاد. ایتو نیست که اینجا آمدین کشته میشین، اونجا که بودین کشته نمیشین یا مرگ نمیاد با بالایتان. باز الله میگه ما امتحان کردیم شما را در این شکست، در این غم و مصیبت برتان آمد تا که قلبهایتان پاک شود. ثم انزل علیکم، این احسان است جانب الله به بالای مؤمنین. باز انزل روان کرد، پایین کرد، علیکم به بالای شما مؤمنین صحابه، من بعد الغم، بعد از امی غم شدید، امی غم و تکلیفی که بعض صحابه شهید شد و بعض زخمی و رسول الله صلی الله علیه و آله هم زخمی شده بود. چی را روان کرد؟ النعاس. نعاس خوابی که در سر میزند، این را میگه. لا تأخذه سنة ولا نوم. یکی سنه است، یکی نعاس است، یکی نوم است. سنه از یک ذره وزمین‌تر است. نعاس خوابی که در سر میزنه، انسان چشمش پت میشه. سنه یکم انسان زیاد گنگس میکنه. نوم بیخیج با حالتت نمیفهمی. الله میگه با بالای شما الله نعاس، یعنی خواب آورد سرتان که در سر خواب میزد تو چشمایتان پت میشه. به خاطر سکینه و اطمینان قلبهایتان مطمئن شود، امی غم ها دور شود. غم هر قدر که زیاد شد، یک خواب که بیاید غم گم میشه، کم میشه. به خاطر که به امن شوین، امنتن علی انفسکم، به خاطر که به امن شوین به نفسایتان. از دشمن خائف کس یعنی کسی که بترسه خوابش نمیبر. الله نعاس آورد که امنیت بیاد، باز خوابتان بیاید. امام بخاری حدیث صحیح روایت میکنه از انس رضی الله عنه، میگه ان ابا طلحه که از قال میگه که غشینا النعاس، ما را میگه پیچانید نعاس همی خوابی که در سر میزن. و نحن فی مصافنا یوم احد، ما در صفای خودان بودیم در روز احد، یعنی کل مجاهدین در صف استاد بود، همین نعاس آمد خواب. قال ای میگه ابا طلحه فجعل سیفی یسقط، شروع شد که شمشیر ما میفتاد، من یدی از دستم میگرفتم. میگه شمشیری تو خواب آمده بود که از دستم میفتاد، تو خواب میشم از دستم چشم پت میشم میفتاد، باز میگرفتم، باز چشم پت خودش استاده سرش خواب آمده و یسقط و آخو میفتاد میگرفتم، باز شمشیر میفتاد تو چشمش که پت میشد، باز میگرفت. الله این میره همین بیان میکند.
این عام نبوده بلکه از برای اهل اخلاص بوده. اینجا میگه که میفرماید الله یغشا طائفة منکم، یک طایفه از شما را می نعاس، اطمینان، امنیت، سکینه پوشانید که در حالت بسیار غم خواب بیاید. این بسیار نعمت الله است. ولی اهل نفاق که است، منافقین هم بودن، اونا در خوف و ترس بودن، هیچ وقت خواب نمیبرد. قرار بیدار کجا شمشیر میاد گردن ما میخوره. الله سعی کن در حالت بسیار ترس شدید خواب میاره بر انسان. این نعمت است. این کسایی که در سنگرها هست و میفهمن، اخلاص دارن، مجاهدینی که سابق هم جهاد کردن، از اونام پرسان کنین همی تا حالت ها سرشان آمده که در بسیار حالت سخت خواب یعنی حالت سخت ترس، بمباردمان، هر طرف دشمن میزنه، خوابت بیاید، نه این جنگ باشه. الله میگه الله نازل کرد به بالای شما امنتن، امنیت را بعد از غم، نعاسن، خواب سره، یغشا طائفة، یک طایفه از شما را می پوشانید که مخلصین بودن و مؤمنین واقعی بودن، اونا را می پوشانید. منکم یعنی بعض از شما. و طائفة و یک طایفه دیگه بود منافقین. قد همتهم انفسهم، بدون شک تشویشی کرده بود اینا را نفسایشان، فکرمند ساخته بود، یعنی فکر میکردن در شکست که ما شکست خوردیم و میگفتن که دیگه نجات نداریم. و سببشی بود که مشرکین وعده دادن که ما باز میایم به جنگ، رفتن گفت باز میایم، شما را ماندنی نیستیم. مؤمنین که از آماده جنگ بودن، الله امن برشان آورد، خواب آمد سرشان. منافقین بسیار ترسیده بودن. کافرها بیاید چطور میشه، همی خواب از چشمایشان پریده بود. یظنون بالله ظن غیر الحق ظن الجاهلیه، گمان میکردن با الله به ناحق، یعنی گمان بد میکردن مثل گمان جاهلیت. ابن کثیر میگه اینا عقیده داشتن که مشرکین اگر غالب شوند در نیمی وقت این دیگه فیصله است. تو گمان میکرد، گمان جاهلیت، یعنی کل ما میموریم، هیچ کس زنده نمیمانه. و اسلام که از قد بعد و اهلو هلاک شد، اهلش رفت. امی گمانای بد میکردن، گپ خلاص شد، فیصله شد، شکست خوردیم، کافرها رسایی که چی حال انداخت، چقدر نفر شهید شده. این منافق طایفه هم میطوره است، ایمان که نداره، یک مصیبت که آمد میگه گپ خلاص شد، با الله اعتماد نداره. مؤمن که هست نه، مؤمنین آن خوابشان گرفته بوده، دقیقشان نبود. یقولون میگفتن منافقین هل لنا من الامر من شیء، آیا هست از برای ما از اختیار امی جنگ کدام چیزی؟ یعنی اختیار داریم که ما دمی جنگ فیصله کنیم خود ما، اگر داشته باشه خب ما میبراییم. اگر ما یعنی اختیار می داشتیم می در جنگ نمی آمدیم، اگر حال باشه میریم. حالا شرم و ترس بیرون برآمدم نمیتونستم. این نتیجه سعی که در صف رسول الله هم منافق کافر است وجود داره، ولی به خاطر غنیمت دنیا آمده است اونجا. پس اینجا صف صحابه خراب نشده که کافر وجود داره. زیرا منافق بود، کفرش در قلبش بود، آشکارا نبود، ظاهرش اسلام بود. اسلام ظاهرا میبینه، ظاهر یک کسی صحیح بود، ما فیصله میکنیم که مسلمان است. تا که از باطنش آگاه نشدیم معامله مسلمان به امرش میکنیم. قل ان الامر كله لله، قل بگوی پیامبر الامر اختیار جهاد کلش از برای الله است. به منافقین بگو همه امورات، امر جهاد و این که برای کی مصیبت بیاره نبیاره شما اختیار ندارین، کل اختیارات پیش الله. یخفون فی انفسهم ما لا یبدون لک، پنهان میکنند در قلبهای خودان چیزی را که آشکارا نمیکنند، یعنی در دلشان نفاق است، بزدلی، بیغیرتی است. با چی میگفتن؟ یقولون میگویند لو کان لنا من الامر شیء، اگر می بود از اختیار جنگ از برای ما شیء یک چیز اختیار می داشتیم، ما قتلنا، کشته نمیشدیم، ها هنا ما در اینجا، یعنی برادرای ما کشته نمیشد اینجا، یعنی بیرون نمیشدیم، از خانه نمیبرامدیم، که نمیبرامدیم کشته هم نمیشدیم، یعنی سعی که ما را اینجا آورد.
ولکن اکرهنا علی الخروج، سر ما فشار آمده که بیرون برای. این چیزایی است که در دلای خودم پنهان کرده بودند، در دلشان نمی بود که اگر از خانه نمی برآمدیم سعی که کل اینجا کشته شد. چه حاله؟ زبیر میگه که ارسل علینا النوم، زبیر ابن عوام میگه با بالای ما خواب آمد از جانب الله. ذالک الیوم و انی لاسمع قول معتب ابن قشیر، من میگه میشنیم سخن معتب ابن قشیر و النعاس یخشانی، خواب میگه مرا میپوشان، من سخنش میشنیدم. میگفت که لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا، اگر ما اختیار در جنگ و جهاد میداشتیم این نمی آمدیم و در اینجا کشته نمی شدیم. میگه سر می تو خواب می آمد، شما پت می شد، باز که باز می شد گپورا می شنیدم که چه حاله، سعی که ما را کجا آورده، کل ما کشته میشیم، یک تام زنده نمی برای. شما شاندگال خوب برآمدم نمیتونم. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم. آل الله بسیار یک گپ مهم میگه. قل بگوی پیامبر از برای زینا لو کنتم فی بیوتکم، اگر شما می بودین در خانه هایتان، یعنی بیرون نمی شدین، در جنگ نمی آمدین و الله فیصله میکرد که شما در فلان جا بمرین، و فیکم من قدر الله کسی را که مقدر کرده بود که اینجا کشته شد، لبرز الذین، برز مبارز آشکارا شدن، بروز آشکارا، حتمی آشکارا میشد، بیرون میشد. الذین کسایی که کتبه که نوشته شده و مقدر شده علیم به بالای زنا، القتل و قتل الى مضاجعهم، در مکانهایی که کشته میشن. یعنی کسی را که الله نوشته کرده که اینجا بمره اما می آمدن، پس فقدر الله آن چیزی را که فقدر الله الا منه، تقدیر الله که نجات کسی نداره و نه فرار کسی کده میتونه. یعنی شما اگه اینجا در این جنگ نمی آمدین مرگتان می بود، الله در یک جای دیگه اینجا می آوردتان کلتان می مردین. مرگت که در جای باشه اونو موجه میری خودت میایی، یعنی از مرگ نجات نیست. قل فدروا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین، دفع کنین از خود مرگ را اگر راست میگین. الله باز در سورة صف می فرماید قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقیکم، مرگی که شما از او فرار میکنین او روبرو میشه، از پیش روی میاد، از او فرار کردن نمیتونین. یکم تا میگه اگه اینجا نرم میمرم، در موتر کاش که نمیششتم، کاش که موترسیکل نمیخرید. اونم بیچاره گفتمش نخر، نشد. موترسیکل خرید، رفت زدش جا بجایش کرد. گفته بودم که موترسیکل نخرید، کاش که سر بایسکل نمیرفت، کاش که از مزار تا کابل سفر نمیکرد. گفتم نرو، برفی از بارانی است، نشد. وانا موترش تکر کرد. این گپا را از گذشته کلمه لو استعمالش جایز نیست. چیزی که شد نگو که اگه تو میشد و تو میشد، اگه تو میشد و تو میشد، یا گفتیمش که امی گپا را نگو، نشد بگپ. نه اینه دیدی این تو شد. اون چیزی که الله تعیین کرده باشه در راه درست، اگه نه با در راه نادرست چی میشی؟ در دیگر را میمری، زخمی میشی. قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیهم القتل الی مضاجعهم. به این آیت اگر ما شما ایمان داشته باشیم با ترس از پیش ما میپره. خانه تان باشی، مرگ در کدام جای باشه میری، ولی ما شما به این آیت ایمان ما سرسری است. خب ایمان قوی نیست اینجا. به می خاطر از بسیار جاها میترسیم، حتی یکم تا در مسجد نمیاد، بیا نماز بخوان، نه اونجا خطرناک است. چه خطرناک؟ گمش که ولکن مصیبت پیدا نشه. کسی در مسجد نمیاد، جنگ خوبان. الله میفرماید ولیبتلی الله ما فی صدورکم. الله اینمی حالت سر شما آورد تا که امتحان کنه آنچه که در دلهای شماست، اخلاص و نفاق، ولیمحص و پاک بکنه آنچه که در قلبهای شما است، قلبتان از گناه و بزدلی و بیغیرتی پاک کند، تمرینتان بتا. والله علیم بذات الصدور، الله علم است بر رازهایی که در سینه‌های انسان است. الله از قلب میفهمه که چی است. اینجا یک سوال پیدا میشه، کسایی که گریختن چی میشه؟ الله حکمشان رو بیان داره، فیصله از اینا چی است؟ ان الذين تولوا منكم، بدون شک کسایی که فرار کردن از شما، شکست خوردن در معرکه احد از جنگ. یوم التقى الجمعان، روزی که روبرو شد جماعت مسلمین به همراه مشرکین.
انما استزلهم الشیطان، جزی نیست لغزانی تینار شیطان بعد وسوسه خود واقعشان کرد در خطا. خطیه چی بود؟ فرار به بعض ما کسب و به بعض اعمالی که اینا کسب کردن. و چی بود؟ مخالفت امر رسول. کسایی که فرار کردن یعنی بعض گناه ها سبب شد که اینا یک گناه را کردی دیگه گناه را کشف میکنه. خب اول گناهی کردن که میدان اعلا کردن، نه تپره. اوجه که اعلا کردن اومدن در زیر، وقتی کفار آمد از جنگ هم فرار کردن. یک گناهی نمی قانون شد دیگه شکش میکنه. یا این نفر میره به سرقت و دزدی در خانه کسی مالش میگیره، وقتی که نفر روبرو شد میکشهشون، نه دیگه کارا را میکنن، دیگه گناه را میکنن، یک گناه به دیگه گناه. نسواری سیگرت شروع میکنن، سیگرت که زد با می 4 سم خواهم یک دود از بیا، با میگه برم پودرم خامید، با میگه گمش که نشاخ کلش بتیم شرابم دیگه شم با شراب که خورد آدم هم میکشه، زنا هم میکنه. انسان باید از گناه دور شود. از اون گناه خورد کوچه این که گناه نکنی، تو دور باش از گناه، کنی یک گناه دیگه گناه را کشف میکنه، دیگه کشف میکنه دیگه شد. اینجا الله میگه اینا را شیطان وسوسه انداخت به بعض ما کسبو، با بعض گناه قبلا کردن. حال دیگه چی بود؟ تولوا، از میدان جنگ فرار کردن. خو الله میگه و من یولم یومئذ دبره فقط باء بغضب من الله، در غضب الله گرفتار میشه. ولقد عفا الله عنهم، بدون شک الله عفو کرده تیر شدگی از عذاب از اینها، عذابشان نمیده. ان الله غفور حلیم، بدون شک الله بخشاینده است، واسع المغفره، حلیم زود عذاب نمیده برای نافرمانا. آل منافقین الله منع میکند که این منافقین گپای منافقانه نزنین. یا ایها الذین آمنوا لا تکونوا كالذین کفروا، ای مؤمنین خبردار نشوین مثل کافرا. وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. نشوین مثل کافرایی که میگویند برای برادرای نسبی خودان اذا ضربوا في الارض، وقتی که میروین در زمین سفر میکنین، وقتی که اونا سفر کنن در زمین، او کانوا غزا، یا اینکه در جنگ و جهاد برن، چی میگن؟ لو کانوا عندنا، اگر می بودن اینا پیش ما در خانه در منطقه، ما ماتوا نمی مردن و ما قتلوا کشته نمی شدن. لیجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، خاطر که بگرداند الله می گپار افسوزی و سبب پشیمانی در دلهایشان. والله یحیی و یمیت، الله حیات میته و مرگ، یعنی حیات میته بعضی را و یمیت میمیراند بعضی را، مرگ و حیات پیش الله است. والله بما تعملون بصیر، الله با اعمالی که انجام میتین میبیند. ولئن قتلتم فی سبیل الله او متم لمغفرة من الله و رحمة خیر مما یجمعون. ولئن قتلتم، اگر شما کشته شوین فی سبیل الله به خاطر حاکمیت دین الله، او متم یا بمرین به مرگ خود، لمغفرة من الله، حتمی بخشش که از جانب الله است، و رحمتی که از جنت، خیر مما یجمعون، خیر است بهتر است از تمام آن چیزی که اینا جمع میکنن دنیا را. ولئن متم او قتلتم الی الله تحشرون، اگر شما بمرین یا کشته شوین حتمی به طرف الله بازگشت میکنین. در اینجا رد میکند به بالای منافقین. منافقین بدبخت کسایی بودند که باز مسلمان ها را میترساندن. کسایی که اونجا رفتن شهید شدن چی میگفتن؟ اگر اینا سفر نمیکردن، اگر اینا در جهاد نمیرفتن در جنگ، نمیمردن نه کشته میشدن. گفته میشان که نرین، گپا که نگیری همی تو میشی، نه؟ می تو میگفتن این همی تو میشی، این گپ ما را نگرفتن. الله میگه این گپ کافر است، گپ اسلام نیست، این وسوسه شیطان است. فلانا جای میری میموری، این گپا را نگوین. مومن هیچ وقت این گپ گفتن نمیتونه. کسی که ایمان داره، قرآن هم میفهمه، ایمان و عقیدهش قرآنی است، هیچ وقت گپ نمیگه، زیرا میفهمه که و ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله، به اجازه الله است، کتابا مؤجلا، وقتش تعیین است. اگر که الله با مرگ سبب جور کرده، سبب سفر، جنگ و جهاد، بسیاری وقت بی سبب میمره، هیچ سبب نیست. یه نفر گفت من میمرم، تو مذاق نکن سر خودمان، سعی کردن مرده، هیچ قسم ده، نه مریض شد نه چه، هرچی شورش دادن هیچ. یکم تا را ببینی بی سبب سر خودم میمونه، خراب میمره میره.
ولی بسیاری وقت اسباب است. اسباب اونجا میری سفر میکنی، در جنگ میری، یا گپ میزنی، یا قرآن دعوت میتی مردم، یا کسی تو را میکشه. این مختلف اسباب است. یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنین خبردار، لا تکونوا کالذین کفروا نشوید مثل کافران منافقین. کافر کیست؟ منافق. یا قلبا کافر است ولی گپا که گفت باز کفر شاشکارا میشه. در چی مثل از اونا نشین؟ وقالو دینی سخن، وقالو مثل کافرا، وقالو میگوین لاخوانهم برای برادرای خودان، برادرای نسبی اهل نفاق، اذا ضربوا فی الارض وقتی که بروان در سفر، ضرب دن سفر بکنن، او کانوا غزا یا این که در جنگ بروان، در جهاد. چی میگن؟ یعنی بیرون شون غزا کننده به خاطر حاکمیت دین الله. لو کانوا عندنا اگر اینا می بودن پیش ما ماتوا نمی مردن، اگر اقامه میکردن بیرون نمی شدن در سفر و جنگ نمی مردن، ولا قتلوا و ما قتلوا کشته نمی شدن. الله میگه اینی گپا را رد میکنه با بالایشان. لیجعل الله ذلك حسرتا، این گپ اینا میگن تا که بگرداند الله می اعتقاد فاسده حسرتا یا سبب افسوس پشیمانی فی قلوبهم در دلهایشان، و در روز قیامتی تو پشیمان میشن. کاش که ما می رفتیم در جهاد شهید می شدیم. حالا میگن این گپا را. والله یحیی و یمیت، الله رد میکنه عقیدهشان. الله است که حیات میته زندگی و یمیت مرگ میارد. پس مانع مرگ نشستن در خانه مانع مرگ شده نمیتونه. اگه این گپ باش هایکل اگه در خانه بشینه که نمره، در حالی که میبینیم بسیاری قرار ششتگی بازم میمره. از مرگ کی نجات میفهم؟ والله بما تعملون بصیر، الله با اعمالی که انجام میتین میبیند بنده ها را و جزا میته. این گپا را زیاد مردم میگه کم، امیزنو زیاد میگن. امیزنو پیچ سفید سر سفید، کسایی که از قرآن خبر نیست. بچه منجا نری، بچه منجا نری، بچه فکر طبیعی، بچه باز ببینی که مرد. نه نگفته بودم که اینطور نکنی. چی کنم؟ گفته بودمش که اینطور نکنی، نشد. باز ببینی که اگر اینطور میکرد گپای مرا میگرفت. اگر چیزی که شد استعمال نکنی. رسول الله هم در حدیث میگه فإن لو تفتحو، کلمه لو باز میکند چی را؟ وسوسه شیطان را. شیطان که است باز کار کده میره. اگه این تو شد اگه او تو شد. بسیار میزانایی که عقیده صحیح نیست پیچه سفیدا، اینه میگه قرآن میگه پاره میزنن. باید میزانای پیر کلش بیان در درس قرآن که جور شو عقیده شد. اگه اینا جور شو هیچ وقت گپا نمیزن.